بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین مکلفیت چی بود؟ پنجمین مکلفیت محبت الله سبحانه و تعالی و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در آیت ما و شما وقتی در آیت 30 مکلفیت ایمان به آخرت خوانیم، در آیت 31 مکلفیت محبت الله و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی در اینجا الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که شما برای مردم برای اینا بگوین، برای وفد نجران و بعد دیگه مسلمان ها، کسایی که ادعای محبت الله را میکنن که ما با الله محبت داریم، چون وفد نجران زیاد ادعا میکردن و ما و شما مسلمان ها هم همین ادعا را داریم که محبت با الله داریم. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قل بگو برشان ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارین فاتبعونی، پس از من متابعت بکنین. بنابراین الله متعال محبت خدا در این آیت شریف قید کرد به چی؟ و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. تتبعونی، پس از من متابعت بکنین و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم این شرط است به چی؟ به دوست داشتن الله. چطور شما الله را دوست دارین و رسول الله را متابعت نمیکنین؟ یعنی الله چه وقت خوش میشه از بندش و چه وقت محبت الله حاصل میشن؟ وقتی که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شود. اینا اینجا دو نقطه بسیار مهم است که سرازی باید بسیار دقیق شویم در یاد شریف که یکی ما الله را دوست می داشته باشیم، می خواهیم که محبت خدا، یعنی صدق محبت خدا به الله ثابت بکنیم، و دوم می خواهیم که الله ما را دوست داشته باشه. در اینجا الله متعال همین دو نقطه را بیان میکنه که اگر شما الله را دوست دارین فاتبعونی، پس متابعت از ما بکنین، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینال اگر کسی محبت خود با الله میخواد ثابت بکنه که الله را دوست داره، باید متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام سنت های اعتقادیش، در تمام سنت های اخلاقیش، در تمام روش سنتش، منظور تمام روش های اعتقادیش، روش های اقتصادیش، سیاسی، نظامی، در تمام روش های رسول الله صلی الله علیه و سلم باید متابعت بکنه. خب یکی شد. دوم نقطه یحببکم الله هست که اینال اگر کسی متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد، الله با او را دوست می داشته باشه. پس در اینجا انسان مسلمان دو فایده میکنه. فایده اولیش چی است؟ یعنی ما محبت خدا به الله ثابت کردیم، و دومی شد که فایده دوم ما چی شد؟ وقتی که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم، باز الله ما را دوست می داشته باشه. یحببکم الله و یغفر لکم، الله باز شما را دوست مغفرت میکنه، و یغفر لکم و مغفرت میکنه برای شما ذنوبکم، گناهایتان را، والله غفور رحیم، و الله بسیار مغفرت کننده و بسیار مهربان است. ششمین مکلفیت به اطاعت از الله سبحانه و تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم. الله متعال میگه که قل بگو بر از اینا، قل بگو کسایی که میخواه که مؤمن واقعی باشن، و خصوصا وفد نجرانی که اینجا آمده بودن، برشان گفت که اطیعوا الله و رسول، شما اطاعت بکنین از الله و از رسولش. فان تولوا، و اگر شما رو گشتانین از اطاعت الله و رسولش، فان الله لا يحب الكافرین، الله کافران دوست نداره. اینجا الله متعال بیان کرد که کسایی که اطاعت از الله و رسولش نمیکنه، در اینجا اینا کافر میشن اگرچه ادعای ایمان بکنن. اینا ادعای ایمان میکنن که ما ایمان داریم، ایمان به عیسی مسیح علیه السلام داریم، ایمان به پیغمبرها داریم، ایمان به کتابهای آسمانی داریم. خب ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایمان به قرآن نمی آوردن. الله متعال گفت که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما اطاعت از الله بکنین و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین.
فان تولوا اگر شما رو گشتاندین فان الله لا يحب الكافرین، باز الله کافرا را دوست نداره. پس اینا با این کار خود، با عدم اطاعت الله و رسولش، اینا مبتلا به کفر میشن. پس اینجا دو قید است: اطاعت الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا بعضی کسایی که میگه که ما دیده باشین قرآنی میگن هستین، اینا اطاعت از الله میکنن و میگن ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نداریم. پس اینجا صراحتا گفته شده که فإن الله لا يحب الكافرین، چون اطیع الله و رسول گفته شده که هم از الله هم از رسولش اطاعت بکنین. در آیت 33 سوره آل عمران مکلفیت ایمان به پیغمبران و سایر موحدین، یعنی ما مکلفیت داریم که به تمام پیغمبران و اون موحدینی که ذکر شده است، مثلا در قرآن هم پیغمبران ذکر شده، هم ملائکه ذکر شده و هم بعضی از نمونه های از موحدین ذکر شده است که آنچه در قرآن ذکر شده هست اگر در او انسان شک میکنه، شک در قرآن است و او را قبول نمیکنه، کفر در قرآن هست. مثلا ان الله اصطفى آدم و نوح، الله متعال برگزیده آدم علیه السلام و نوح. پس ما با آدم علیه السلام و نوح علیه السلام من حیث دو پیغمبر اینا را باور داریم و اینا را قبول داریم. مکلفیت ایمان به پیغمبران و سایر موحدین در آیت 33 سوره آل عمران هست که ان الله، یقینا که الله سبحانه و تعالی اصطفى برگزید آدم علیه السلام و نوح علیه السلام و آل ابراهیم علیه السلام و آل عمران علی العالمین و خانواده عمران بر عالمیان. وقتی الله متعال اینا را برگزید، ذریتا بعضها من بعد، اینا بعضشان ذریه بعد یا خانواده بعض دیگه است. والله سمیع علیم، و الله سمیع شنوا و عالم هست. مطلب چهارم که در این سوره مبارکه ذکر میشه معرفی نمونه های از انسان های ثابت قدم در توحید است. چند نمونه را نشان میده، چند مثال از انسان های ثابت قدم. از یک طرف برای ما و شما درس این هست که این اشخاص موحد را که الله معرفی میکنه با صفاتش، پس ما مکلفیت داریم که خود مثل از اینا به عقیده توحید ثابت قدم داشته باشیم. و دوم نقطه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برش بیان کرد که شما وقتی که دشمنای الله در مورد شخصیت ها شک میپرته، شما باید با آیات قرآنی مراجعه بکنین و برای وفد نجران بگوین که ما عقیده درست داریم به این کسایی که شما ادعا میکنین ولی شما ادعایتان غلط است. چون بسیاری اوقات یک کسی ادعای دوستی و محبت و ایمانداری میکنه، لکن برعکس آنچه که همو دوستای الله یا او پیغمبر یا او ولی یا او نبی گفته هست برعکس از او میکنن. مثلا نصرانی ها ادعای محبت عیسی مسیح میکنن و ادعا میکنن که ما پیروای از او هستیم. الله متعال این نمونه ها را نشان داد که ببینید اینا چقدر استقامت داشتن و شما خودتان باز ببینید که آیا شما حقیقتا پیرو از اونا هستین یا نیستین. نمونه اول خانم عمران هست. خانم عمران رمز از ثابت قدمی در بین زنای مسلمان هست. اذ قالت امرأة عمران، میگه وقتی که گفت همسر عمران ربی ای پروردگار من، اینی نظرت لک ما فی بطنی، ما نظر کردیم برای تو امی فرزند ما که در بطن ما هست، محررا خالصانه، فتقبل منی، پس تو قبول بکو از من، انک انت السمیع العلیم، تو یا الله بسیار شنوا و بسیار عالم هستی. خب در این آیت شریف یک انسان مسلمان اول میبینیم که خانم عمران یک زن موحد مسلمان و یکتا پرست است. زنی که موحده هست و یکتا پرست هست، این نظر برای کی میکنه؟ این خانم نظر به نام الله میکنه. اینی ربی، ای رب من، ای خالق من، ای رازق من، ای شفا دهنده من، اینی نظرت لک ما فی بطنی،
من بر تو نظر کردم آنچه در بطنم است محررا خالصانه. یعنی این درس ایمان و درس توحید است برای تمام مردها و زنای مسلمان که نظر یک عبادت توحیدی هست و این باید فقط برای الله انجام داده شود، مثل که این خانم با ایمان و موحد برای ما نمونه مثال و من نمونه از مثال انسان موحد است. فتقبل منی و همچنان استغاثه چی کرد؟ توسل کرد. با چی توسل کرد این خانم؟ به این آیت خوب دقیق شمن. توسل به چی کرد؟ اذ قالت امرأة عمران، توسل با نام الرب الله کرد. گفت ربی. توسل ما به کی میکنیم؟ به نامها و صفات الله. یکی از توسل به نامها و صفات الله هست. این به یکی از اسماء الله الحسنا رب هست. پس این خانم با این کلمه توسل به الله میکنه و نظر خود هم خالصانه برای الله میکنه. فتقبل، باز به الله میگه که یا الله تو قبول بکن. امروز ما بسیار خانمایی داریم که نظرهای شرکی میکنن، یعنی به غیر الله، به غیر از الله، به اشخاص دیگه، یعنی به غیر از الله که یک عبادت به هر مخلوق انجام داده شود، ولو که پیغمبر باشه یا ملائکه باشه یا هر مخلوقی باشه، این شرک است در عبادت. پس این توحید در عبادت نظر برای الله میکنه. این نمونه مثال است. فلما وضعتها، وقتی که این فرزند خدا یا طفل خدا به دنیا آورد، قالت ربی انی وضعتها انثی، گفت یا الله این طفلک ما نظر کرده بودم به این نیتی که پسر باشه. در بیت المقدس وقت خدمت میکرد اونجا خود بچه‌ها خدمت میکردن، او رو نظر میکردن. آلی خود دختر است، والله اعلم بما وضعت، و الله بسیار عالم است به آن چیزی که او وضع کرد. ولیس الذکر کالانثی، یعنی پسر مثل دختر نیست. دختر خاصیت‌های خاص خود داره و پسر خاصیت‌های خود داره. و اینی سمیتها مریم، و گفت که یا الله ما ایره نامش مریم گذاشتم. و اینی سکنین باز اینال موضوع توحیدی دیگر را بیان میکنه. توحید در تعویذ است. یکی توحید در استعاذه هست که خود انسان به زبان خود به الله پناه میبره که ما شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله. اما یکی توحید در تعویذ است. توحید در تعویذ به این معنی که یک انسان مسلمان یک طفل خدای کسی دیگه به الله پناه میده، این تعویذ میگه، یعنی پناه دادن یک کسی دیگه. اینجا هم توحید در تعویذ است، یعنی تعویذ نوشتگی این در شریعت نیست. تعویذی که انسان برای یک کس میده او زبانی هست. از این خاطر این خانم چی میگه؟ و اینی اعیذها بک یا الله، ما امی دختره که خدا که مریم نام داره ایره به تو پناه میدم. پس ایره توحید در تعویذ میگن. و ذریتها، و همچنان پناه میدم به تو ذریه از ایره، اولاده از ایره، که از او جمله عیسی مسیح علیه السلام اینا هم هستن. از شر کی پناه میدم به تو یا الله؟ از شر شیطان رجیم، از شر شیطان رانده شده. و امروز متاسفانه بسیاری کسا تعویذهای جادوگرا را میگیره که اونا افراد شیطان است. به عوض از اینکه به شیطان، از شر شیطان به الله پناه برن، به خود شیطان پناه میبره با این تعویذها و تعویذهای شرکی. و این خانم با ایمان چی میگه؟ فتقبلها، آن جوابشه، نتیجه دعای ازی و خواست ازی چی میشه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کرد امی خواستی ازی، دعای ازی ربش بقبول حسن، با قبولی بسیار نیک. و انبتها نباتا حسنا، و امی بی مریم تربیه کرد بسیار به طرز شایسته. نباتا حسن مثل که یک نبات بسیار خوب میرویه، امی قسم بی مریم با بسیار ایمان و عقیده و اخلاق و تقوای بسیار عالی تربیه شد. و کفلها زکریا، کفالت زیر سرپرستیش که گرفت. عالی خو نظر است باید در بیت المقدس اینجا باشه، اونجا خو مردم عبادت میکنن، مادرش اونجا داخل شدن نمیتونه، رفتن نمیتونه، همین قسم قانون از اونا بود اونجا. باید یکی از مردها سرپرستی زیر بکنه.
این کفالت شکی میکنه زکریا علیه السلام و کفلها و سرپرستی زیر کرد زکریا علیه السلام کلما دخل علیها. آل صفت بی مریم میگه که آل الله متعال برای ما نمونه دومی رو معرفی میکنه. نمونه اولی کی بود؟ مادر مریم بود، خانم عمران. آل نمونه دومی هم کی هست؟ ای بی مریم هست. میگه کلما دخل علیها زکریا، هر وقت که بالای بی مریم زکریا در اتاقش داخل میشد، محراب ما شما محراب مسجد میگیم، لکن اصلا کلمه محراب به معنای عبادتگاه هست. وجد عندها، میافه پیش زکریا علیه السلام میبینه که پیش بی مریم رزقا غذاها هست و میوه های در زمستان، میوه های تابستانی هست و میوه های هست که در این منطقه نیست. قال یا مریم، برش میگه انا لک هذا، ای مریم از کجا هست شد این غذاها پیش تو؟ قالت، بی مریم میگه هو من عند الله، این از جانب الله هست. اینجا در این آیت شریف یکی کرامت ثابت میشه و دوم کرامت یک دختر مؤمنه ثابت میشه. چون اکثر مردم ها فکر میکنه که اولیاء الله مردا هستن. نه خیر، پیش الله اولیاء الله هم مردها هستن و هم خانم ها و دخترها هستن. هر کسی که ایمان داشت و تقوا داشت و اعمال صالحه داشت او دوست و ولی الله هست. و کرامت هم بر خانم ها داده میشه، هم برای مردها داده میشه، یعنی کلشان بندای الله هستن. اینجا کرامت برای کی داده شده است؟ برای مریم که برش غذاها از جانب الله میرسه. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا که الله رزق میده هر کس را که بخواد بدون حساب. نمونه دیگه که از اشخاص برای ما و شما این معرفی میکنه الله متعال، زکریا و یحیی علیهم السلام است. زکریا یک انسان موسفید و یحیی یک طفل یا نو که تولد میشه و بالاخره نوجوان و یک طفل. پس دو نمونه را نشان میده. یعنی در قرآن از ایشان ببینین زن، مرد، ریش سفید، جوان، طفل، کل از اینا انسان های نمونه های از اشخاص نیک و صالح هستن که الله متعال برای هر کسی درس میده که شما سعی کنین که این شخصیت های موحد چه قسم شخص ها هست. هنالک میگه در همین جا وقتی که الله زکریا علیه السلام بی مریم و کرامتش میبینه، زکریا علیه السلام هم دعا میکنه که الله متعال تقاضای از هم برآورده بکنن. هنالک دعا زکریا، در همین جا دعا میکنه زکریا علیه السلام. قال، میگه ربی، ای رب من. ببینین زکریا علیه السلام هم توسل به چی میکنه؟ توسل به اسم از اسماء الله الحسنا که رب است. میگه ربی حبل من لدنک ذریه طیبه، یا الله برای من حبه بکن، تحفه بدی از جانب خودت یک ذریه، اولاد طیب پاک. یعنی برای من اولاد بده که او اولاد من بسیار پاک باشه، یعنی از شرک و بداخلاقی و بی ایمانی و کفر و از اینا پاک باشه. انک سمیع الدعا، یا الله یقینا که تو شنونده دعا هستی. فنادته الملائکه، پس ندا میکنه برای زکریا علیه السلام، یعنی صدا میکنه زکریا علیه السلام ملائکه و هو قائم، در حالی که زکریا علیه السلام ایستاده هست، یصلی فی المحراب، نماز میخونه در عبادتگاه. در عبادتگاه نماز میخونه، در همینجا ملائکه پیشش میآید. ان الله یبشرک بیحیی، برش میگه که الله متعال برای تو خوشخبری میده، بشارت میده به فرزندی که نامش یحیی هست. مصدقا به کلمت من الله، میگه تصدیق کننده هست به کلمه الله، و سیدا و حسورا و نبی من الصالحین. سه صفت داره این طفل تو، سه صفت داره. دعای زکریا علیه السلام دو دعا کرده بود، یکی فرزند و دوم فرزند صالح و نیک. الله متعال دعای اولش قبول کرد که فرزند است یحیی علیه السلام است، و دعای دومیش که فرزند صالح باشه. چی صفات داره یحیی علیه السلام؟ سید هست،
یعنی سید چی مانا؟ یعنی پیشوا و رهبر مردم میشه. و دوم حصور هست، یعنی از خواهشات نفسی دور است، بسیار با تقوا هست. و نبی من الصالحین و پیغمبری هست، نبی است از جمله انبیاء الله. آل زکریا علیه السلام و تمامی پیغمبران خود در عالم اسباب زندگی میکنند، چون اینا انسان هستند، در عالم اسباب زندگی میکنن، ازدواج میکنن و وقتی که میخواین فرزند داشته باشن باید سنشان مثل سن دیگرها که سن اولاد آوردن است و خانمشان هم سنش مطابق قضیه باشن. این عالم اسباب است، از این خاطر پیغمبرها ازدواج میکنن. حالا وقتی که برای زکریا علیه السلام گفته میشه که خب ملائکه از عالم مافوق اسباب از حکم الله برای اونا خبر میدن، اونا از مافوق اسباب است. وقتی که الله متعال اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. دیگه آل زکریا علیه السلام چون در عالم اسباب است، قال میگه ربی انا یکون لی غلام، ای رب من برای من فرزند از کجا شود؟ و قد بلغنی الکبر، در حالی که برای من پیری رسیده، و امرأتی عاقر و خانم هم عاقر یعنی نازا هست. من خودم پیر و ریش سفید و ضعیف هستم که دیگه از اولاد آوردن نیستم و خانم هم در جوانی چی نمیتونست فرزند بیاره، نازا بود، حالی که پیر شده و نازا هم است. چطور ما میتونیم که از ما فرزند باشه؟ قال برش گفت کذالک الله این چنین الله یفعل ما یشاء، هر چیزی که بخواه او فعلا میکنه. انال الله متعال وقتی که بخواه در ما فوق اسباب بدون اسباب، وقتی که گفت کن فیکون شو میشوه. قال رب اجعل لی آیه، یعقوب علیه السلام گفت، زکریا علیه السلام گفت ای رب من اجعل لی آیه، برای من خیلی یک علامت را نشان بده. قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام. گفت آیت یا علامت تو چی هست؟ که 3 روز با مردم سخن نگویی الا رمزا، مگر به اشاره. واذکر ربک کثیرا، و ربت را بسیار یاد کن. و سبح بالعشی والابکار، و تسبیح الله را بکن هم در شامگاهان و هم در صبحگاهان. خب این بود نمونه از زکریا علیه السلام و از یحیی علیه السلام. نمونه دیگه که سومی که الله متعال بر ما و شما در اینجا میته، این معرفی شخصیت توحیدی بیبی مریم علیه السلام است. این بر ما و شما این نمونه را بیان میکنه. و اذ قالت الملائکه، و هنگامی که ملائکه گفتن یا مریم ای مریم این الله اصطفاکی، یقینا که الله تو را برگزیده، و طهرکی و تو را پاک گردانیده، و اصطفاک علی نساء العالمین و تو را برگزیده بر خانمهای جهانیان. یعنی بیبی مریم برگزیده الله، و طهرکی یعنی طهارت و پاکی و عفت از جانب الله هست، و همچنان در بین تمامی خانمها ای بلند رتبه ترین خانمها هست، که طبعا چند خانمی که رتبه بسیار بلند دارن، مثل بیبی خدیجه کبرا و بیبی فاطمه الزهرا و بیبی مریم و خانم فرعون. اینی خانم های بلند رتبه هستند در بین تمامی خانم ها. یا مریم اقنوتی، الله متعال برش حکم میگه که ای بیبی مریم اقنوتی لربک، به رب خود پروردگار خود بسیار خشوع در خاشعانه باش، و وسجدی و به پروردگارت سجده بکو به الله، ورکعی و رکوع بکو مع الراکعین، به همراه عبادت کننده ها و رکوع کننده ها. ذالک من انباء الغیب، باز الله متعال میگه که اینمی مسائل که است، این خبرهای غیبی هست، خبرهای غیبی هست که نوحیه الیک، ما ایره به شکل وحی بر تو بیان میکنیم. پس اینجا یکی وحی است، اخبار از غیب. 2 قسم است، یا ایست که علم غیب است که او علم غیب مخصوص الله است، و یکی اخبار از غیب است که برای پیغمبر، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق جبریل امین علیه السلام، الله از او غیب به جبریل امین خبر میده و برش میگه که ایره به طریق وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برسان، و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما
میرسانم. پس ذلك من انباء الغیب، این موضوع مسائلی که مربوط به بیبی مریم و ولادتش و مسائل مربوط به ای و فرزندش و مادرش میشه، اینا را الله میگه که موضوعات غیبی هست که نباید در این مسائل هر کس مثلا سر پیغمبرها و شخصیت های عالی ایمانی که نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هستن، هر کسی از دل خود قصه جور کنه، مثل بعضی از شاعرایی که شاعرای بیدین هستن، اتهامات یا تهمت میکنن سر یک پیغمبر، یک قصه دروغی میسازن و در او قصه بسیار ببینن که به او پیغمبر بسیار الفاظ نادرست استعمال شده. پس این موضوع مربوط به غیب میشه، انباء الغیب است که توسط نوحیه الیک، الله میگه ما با قدرت خود بر تو وحی میکنیم و ما کنت لدیهم، و تو نبودی در نزدشان اذ یلقون اقلامهم، وقتی که اونا قلمهای خود منداختن، ایهم یکفل مریم، که کدام یکی از اونا کفالت مریم بکنن. چون یک تعداد کسایی که در اونجا در اون معبد بودن یا بیت المقدس بودن، هر کدامشان میخواستن که کفالت و سرپرستی مریم بکنن و در جمله زکریا علیه السلام هم بود. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، و تو نبودی وقتی که اونا با هم در این مسئله مکش و جنجال داشتن. باز بالاخره هر کس قلم‌های خود گرفتن و انداختن، قرعه کشی کردن توسط قلم‌های خود. نمونه چهارم از این شخصیت‌های عالیه که اینا بسیار ثابت قدم بودن. بیبی مریم بسیار ثابت قدم بود، زکریا علیه السلام بسیار ثابت قدم بود، یحیی علیه السلام بسیار ثابت قدم بود. نمونه چهارمی از ثابت قدمی را که باید انسان مسلمان او را داشته باشه، این معرفی شخصیت توحیدی عیسی علیه السلام هست. اذ قالت الملائکه یا اذ قالت الملائکه یا مریم، وقتی که ملائکه گفتن برای بیبی مریم که ای بی مریم ان الله یبشرک بکلمت منه، الله تو را بشارت میده به کلمه او. به کلمه چی مانا؟ اینجا کلمه بسیاری کسا مانای کلمه مثلا کلمت الله یا ناقت الله یا بیت الله یا عبد الله یا روح الله، اینی کلمات بعضی ها از دیدگاه اعتقادی چون مسلکی نیستن غلط فکر میکنن. اینال کلمت الله و روح الله، این کلمه وقتی که الله مخلوق به طرف خود نسبت میده مضاف میسازه، مثل روح الله یا عبد الله، اینال به این معنی که همین مخلوق پیش الله بسیار با عزت است، یعنی مخلوق است با عزت است. عیسی علیه السلام کلمت الله، یعنی این کلمه، این شخص، این روح الله، این شخص بنده مخلوق است که پیش الله عزت زیاد داره، از این خاطر اللهی را به طرف خود نسبت داده. همین قسم بیت الله شریف، خانه کعبه، پیش الله بسیار عزت داره، مخلوق است، معزز است، مکرم است، لکن عزتش بسیار زیاد است، الله به طرف خود نسبت داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم عبد الله گفته، یعنی این بنده که عبد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مخلوق است، معزز و مکرم، از این خاطر گفته سبحان الذی اسری بعبده. و همچنان روح ما و شما را وقتی که آدم علیه السلام الله خلق کرد، گفت و نفخت فیه من روحی، روحی الله به طرف خود گفته، یعنی روح من. اینجا چی معنی میده؟ یعنی روحی که مخلوق ما هست و پیش ما بسیار با عزت است. پس عیسی علیه السلام کلمت الله هست به این معنی که مخلوق هست که به کلام الله ای خلق شده. الله برش گفت که کن فیکون، ای خلق شد به شکل معجزه بدون پدر. میبشرک به کلمت منه اسمه المسیح، این نامش مسیح، عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم است. در قسمت عیسی متوجه باشین که در هر جای قرآن وقتی که ذکر میشه عیسی ابن مریم میگه. حکمت چی هست؟ حکمتی است که در هر آیت الله متعال اعتقادات نصرانی ها را رد میکنن که اونا میگن که عیسی ابن الله هست. و قالت النصارى المسیح ابن الله، اونا میگفتن که مسیح، عیسی مسیح پسر الله هست. الله در هر آیت که ذکر میکنه عیسی علیه السلام برشان میگه که نخیر، این پسر الله نیست، پسر یک مخلوق است، خودش مخلوق است و پسر مخلوق هست به نام مریم. این حاله برش گفت که الله بر تو فرزند میده که عیسی پسر مریم است، وجیها فی الدنیا،
در دنیا بسیار چی است؟ در دنیا بسیار وجیهیان رویدار و بلند مرتبه و بزرگوار است و هم در دنیا و هم در آخرت و من المقربین و از جمله مقربان است که به بارگاه الله بسیار نزدیک است. چی صفاتی داره عیسی مسیح علیه السلام؟ اول و یکلم الناس، یک معجزاتش چی است؟ یکلم الناس، معجزه اولش سخن میگه با مردم در مهد در گهواره هست. این معجزه عیسی علیه السلام بود که وقت پیدا شد مادرش گفت به حکم الله گفت من روزدار هستم، خود فرزند گپ زد و بر مردم گفت که من بنده الله هستم. این با مردم در گواره در طفولیت گپ میزنه. این معجزه اولش. معجزه دومش که در کهل در کهنسالی گپ میزنه. خب اینجا سوال میشه که حال در کهل خب ما مثلا ریشم سفید شده خب گپ میزنیم، این خب معجزه نیست؟ میگه از عیسی مسیح معجزه هست. چرا معجزه هست؟ چون عیسی علیه السلام در سن 30 سالگی یا پایینتر از 30 سالگی به آسمان جهان برده شد. وقتی به آسمان برده شد عیسی مسیح علیه السلام در این وقت در کهولت، وقتی عیسی مسیح علیه السلام به آسمان برده شد، باز عیسی علیه السلام پس از آسمان دنیا در قیامت، نزدیک قیامت به زمین میآید. وقتی که به زمین آمد این وقت باز با امرای مردم در پیری هم گپ میزنه. یعنی این دلیل است به برگشت عیسی مسیح علیه السلام. این معجزه دومش است و من الصالحین و صفت دیگه‌اش است که از جمله صالحان است. خب قالت، میگه بیبی مریم همچون ولی الله هست و کرامت داره، لکن این هم در عالم اسباب زندگی میکنه. از پرسان میکنه که رب ای پروردگار من، انا یکون لی، چه قسم من فرزند صاحب فرزند شوم؟ انا یکون لی ولد، من چطور یک طفل به دنیا بیارم؟ ولم یمسسنی بشر، در حالی که هیچ بشری مرا مسح نکرده یا نزدیکی نکرده. یعنی من ازدواج نکردم، شوهر ندارم، برای من که یک دختر جوان هستم و ازدواج نکردیم، از کجا میشه فرزند ما بیارم؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك این قسم الله خلق میکنه ما یشاء، هر کسی را که بخواه. چه قسم خلق میکنه؟ اذا قضا امرا، وقتی که الله متعال یک امری را فیصله کرد، فانما یقول له کن فیکون، برازو میگه شو میشه. پس وقتی که این مخلوق این طفل بر تو میده بدون شوهر و این طفل بدون پدر، انشاءالله در بطن تو چیزی پیدا میشه. و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، الله متعال امی قسم که به شکل معجزه خلق میکنه، برش کتاب و حکمت و تورات انجیل هم تعلیم میده. و رسولا الی بنی اسرائیل، صفت دیگه عیسی علیه السلام چی است؟ که رسول هست. و کی؟ به بنی اسرائیل. یعنی عیسی مسیح علیه السلام پیغمبری است که برای کی فرستاده شده؟ برای بنی اسرائیل فرستاده شده است. از این خاطر نصرانیایی که مردم دعوت میکنن در هر جای دنیا، اینا غلطیشان در چی است؟ که عیسی مسیح علیه السلام رسالتش برای بنی اسرائیل بود، نه به کل بشریت. او رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسالتش به تمام بشریت بود. این قید است اینجا که و رسولا و پیغمبر است. به کی؟ به بنی اسرائیل. ما ایمان داریم که عیسی مسیح علیه السلام پیغمبر هست، لکن پیغمبری هست که به بنی اسرائیل فرستاده شده و رسالت ازی به کل بشریت نبود. ایناله باز عیسی مسیح علیه السلام برای مردم چی میگه؟ برای مردم میگه که انی قد جئتکم بآیه، ما برای شما معجزه میارم من ربکم، از جانب پروردگارتان. چند معجزه داشت عیسی علیه السلام؟ اخلق لكم من الطین که هیئت طیر. عیسی علیه السلام از گل یک مجسمه به شکل یک پرنده می ساخت. فانفخ فیه، باز ما در اون نفخ میکنم، پف میکنم، مثل کف میکنم، فیکون طیرا، باز امی پرنده که ما ایره به شکل مجسمه ساختیم، میگه این پرنده زنده میشه. لکن چه قسم پرنده زنده میشه؟ به اذن الله. اینجا عیسی مسیح علیه السلام قید میکنه که من خودم این کار کرده نمیتونم، این معجزه هست به حکم الله. معجزه هست به حکم الله. دیگه معجزه عیسی علیه السلام چی هست؟ و ابره الاکمه
و الابرس و احیی الموتى باذن الله. 3 معجزه دیگه هم دارم. او 3 معجزه چی است؟ در وقت عیسی مسیح علیه السلام دکترای طب چی بودن؟ دکترای طب بسیار طب پیشرفت کرده بود. عیسی مسیح علیه السلام معجزهش معجزه طبی هست. آل برزینا میگه دکترای طب چی کردن نمیتونستن؟ مثلا اگر یک کسی نابینا می بود که در حادثه نابینا میشد، او را تداوی میتونستن، اما نابینایی که مادرزاد می بود او را تداوی کردن نمیتونستن. باز اینجا عیسی علیه السلام یک معجزه شمی بود که نابینای مادرزاده که اکمه میگفتن ایره هم تداوی میکرد. و الابرس و ابرس یعنی پیس نمیتونستن دکترها تداوی بکنن که لکه ها دروش میداشته باشه، لکه های سفید سفید در جسمش، ایره هم تداوی نمیتونستن. و احیی الموتى و مرده را زنده کردن نمیتونستن. اینجا عیسی مسیح گفت که ما معالجه میکنم چی را؟ کور نابینای مادرزاده و الابرس و کسی که به مرض ابرس یا برس یا به مرض پیسی مبتلا هست، و احیی الموتى و زنده میکنم مرده را باذن الله. یعنی من این صفات ندارم، این به حکم الله بر من میشه، چون معجزه است به اجازه الله است، اما خودم از دست خود چیزی کردن نمیتونم. و انبئکم دیگه معجزه موسی عیسی علیه السلام، و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون، و ما شما را خبر میدم به آن چیزی که میخورین و آن چیزی که ذخیره میکنین فی بیوتکم در خانه هایتان. این کلشان چی است؟ ان فی ذلک لآیه، در تمام از اینا دلیل هست، معجزات هست، لکم برای شما این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستین. چون اینجا بنی اسرائیل بودن و میگفتن ما به موسی علیه السلام ایمان داریم، اینا به تورات ایمان داریم. عیسی علیه السلام برشان گفت که و مصدقا و من تصدیق کننده هستم لما بین یدی من التورات، این کتابی که در پیش ما هست، پیش روی ما نازل شده هست که تورات است، من به این هم تصدیق میکنم. ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم، تا ما بیان بکنم حکم حلیت و حلال بودن بعضی چیزهایی که بالای شما حرام شده. یعنی چون اونا بعضی اوقات چی کرده بودن؟ بعضی چیزها رو سر خود حرام کرده بودن یا سرشان حرام شده بود. عیسی علیه السلام آمد و این موضوعات هم بر از اینا بیان کرد. لکن کلش به چی؟ به اجازه الله. و جئتکم، و ما آمدم پیش شما، آوردم بر شما به آیت معجزه من ربکم، از پروردگارتان. یعنی ما ببینید اینجا عیسی مسیح علیه السلام میگه که ما بر شما این معجزات آوردیم من ربکم، از ربتان. من ربتان نیستم، از ربتان، یعنی من از جانب الله آمدیم، من بنده هستم. فاتقوا الله، پس از الله بترسین، و اطیعون، از من اطاعت بکنین. و عیسی مسیح آل وقت نجان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برشان این گفته میشه، میگه که در آل عمران آیت 51 باز الله متعال میگه که عیسی علیه السلام چی گفت؟ گفت که ان الله ربی و ربکم، الله رب ما هست و رب شما هست. یعنی اینجا عیسی مسیح علیه السلام گفت که من بنده هستم، گفت ما بنده هستم. ان الله ربی، الله رب ما هست و رب شما هست. یعنی ما هم الله، ما بنده الله هستم و شما هم بنده الله هستید. عیسی مسیح علیه السلام ادعای ربوبیت نکرده بود، تهمتی که وفد نجران میکردن یا نصرانی ها میکنن. فعبدوه، ببینید نگفت که فعبدونی، نگفت که مرا عبادت بکنین. عیسی مسیح علیه السلام پیغمبر معصوم است، گفت فعبدوه، پس شما الله را عبادت بکنین. هذا صراط مستقیم، اینی راه مستقیم است. یعنی وفد نجران اینجا فامانده شدن که شما در راه مستقیم نیست. فلما آل قصه از عیسی علیه السلام ادامه پیدا میکنه، میگه فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که عیسی علیه السلام از بنی اسرائیل احساس چی را کرد؟ احساس کفر کرد. قال من انصاری الی الله، صدا کرد که کیست نصرت کننده ما به طرف الله؟ قال الحواریون، صحابیش، کسایی که به ایمان آورده بودن از بنی اسرائیل، اینا حواریون عیسی علیه السلام میگه، مثل صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا گفتن نحن انصار الله، ما نصرت کننده های الله، یعنی دین الله را ما نصرت میکنیم و پیغمبر الله را نصرت میکنیم. آمنا بالله، ما ایمان آوردیم به الله،
ذات یگانه وشهد و شهادت بده ای عیسی مسیح به انا مسلمین، به ای که ما مسلمانان هستیم. چی میگن؟ به انا مسلمون، ما مسلمان هستیم. نمیگه مسیحیون. حالا که مردم میگن این غلط است. این مسیحیت و عیسویت و محمدیت اصطلاحات است که مردم میسازن. کلگی مسلمان هستن. دین ما به نام نصرانیت یا دین به نام یهودیت و نصرانیت، اینا خودشان چی کردن؟ این بدعت ها را، این نام ها را خودشان اختیار کردن. الله از اول از آدم علیه السلام تا روز قیامت دینی که عند الله هست دین اسلام هست. از این خاطر هر پیغمبر ببینه که خودش و پیروای واقعیش میگه ما مسلمان هستیم. اینا چی میگن؟ وشهد، امی حواریون عیسی علیه السلام میگن شهادت بده به انا مسلمون، به ای که ما مسلمان ها هستیم. ربنا آمنا بما انزلت، ای رب ما ایمان آوردیم به ما انزلت، به آن چی که ای هم درس توسل است که ما چه قسم توسل بکنیم. این وقت انسان میتونه توسل اینجا به دو چیز است. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. سه چیز سکنین. ربنا، ای رب ما. پس این توسل شد به نام از نامهای الله، به صفتی از صفات الله، به یک اسم از اسماء و صفات الله که رب است. و دوم توسل به ایمان خود انسان است. آمنا بما انزلت، توسل به ایمان خود. سوم توسل به ایمان به پیغمبر و متابعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چرا متابعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم عبادت است. پس این با متابعت خود، با ایمان خود و با نام از نامهای الله، با ایمان خود و با متابعت خود از رسول چی که کردن؟ پس سه چیز توسل میکنن. فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما را هم در جمله شاهدان بگردن. آل اینا چی کردن؟ آل امی مردمایی که وفد نجران آمده بودن و مکرو، و اینا برنامه ریزی کردن. الله متعال بعض صفات خدا به نام صفات مقابله میگن. صفات مقابله صفاتی هست که الله متعال در مقابل دشمنای الله یک صفت به خود نسبت داده که وقتی دشمنا این تو برنامه ریزی میکنن و مکرو، اینا برنامه ریزی کردن و مکر الله، و الله متعال در مقابل برنامه ریزی از اینا برنامه ریزی کرد. والله خیر الماکرین، و الله بهترین برنامه ریزا هست. و ما این صفت الله را به تنهایی استعمال حق نداریم، چون توقیفی هست. باید همون قسم که صفت استعمال شده به مو شکل استعمال کنیم. یعنی این در حالت مقابله استعمال میشه که و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. خب از قال الله یا عیسی، وقتی که الله متعال گفت که ای عیسی اینی متوفیک، ما تو را متوفی، اینجا چی مانا؟ یعنی ما تو را میبردارم و رافعک، و ما تو را بلند میکنم الیه به طرف خود. یعنی اینجا عیسی علیه السلام الله متعال بالا میکنه به طرف خود به آسمان، و مطهرک، و مطرم پاک میسازم من الذین کفروا، از کسانی که کافر شدن، و جاعل الذین اتبعوک، و میگردانم کسانی که از تو متابعت میکنن فوق الذین کفروا، بلندتر از کسانی که کافر شدن، الی یوم القیامت، تا روز قیامت. این حال کی رتبه بلند دارن؟ کسایی که واقعا بر رسالت عیسی علیه السلام ایمان داشته باشن، و کسانی که واقعا توحید مثل توحید عیسی علیه السلام داشته باشن، و کسی که به آنچه که عیسی علیه السلام خبر داده که بعد از این دیگه پیغمبرها هست مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به تمام از اینا اگر کسی همین قسم متابعت میکنه، اینا رتبهشان بلندتر هستن نسبت به کافران تا روز قیامت. ثم الی مرجعکم، باز به طرف ما مرجع و بازگشت شماست. فاحکم بینکم، باز اونجا قضاوت و فیصله میکنم در بین شما. فیما کنتم تختلفون، در مورد آنچه که شما اختلاف میکنین. فاما الذین کفروا، اینا دو قسم مردم شدن. یک تعداد مردم کافر شدن به عیسی مسیح علیه السلام. چه قسم کافر شدن؟ یعنی کافر شدن، چه قسم مرتد شدن، چه قسم کافر شدن، چه قسم از دین برآمدن، با وجود که ادعا میکردن که عیسی مسیح علیه السلام چی هسته، قبول داریم و کتابش قبول داریم. اینا وقت کافر و مرتد شدن زمانی که عیسی مسیح علیه السلام از پیغمبری کشیدن
و برای صفات الله را دادن و گفتن که ابن الله هست و صفات الوهیت و ربوبیت برش دادن. و یک تعداد دیگه چه قسم کافر شدن؟ این قسم کافر شدن که اصلا پیغمبری عیسی علیه السلام قبول نکردن از اول و کتابش هم قبول نکردن. او بنی اسرائیل که یهودیا بودن. پس اینا الله متعال میگه فاما الذین کفروا، پس کسانی که کافر شوند فاعذبهم عذابا شدیدا، ما بر از اونها عذاب بسیار سخت میتم فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، و ما لهم من ناصرین، بر از اونها هیچ نصرت کننده نیست. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و اما کسانی که ایمان آوردن و اعمال صالحه کردن فیوفیهم اجورهم، الله متعال کامل میده اجرشان را. والله لا یحب الظالمین، الله ظالمان را خوش نداره. لا يحب الظالمین. ذلك نتلوه عليك من الآیات و الذکر الحکیم، این آنچه هست که تلاوت میکنیم بالای تو از آیات و ذکر حکیم. آیت 58 سوره آل عمران.